آیا هوش مصنوعی قراره بیاد شغلای ما رو از ما بگیره؟ هوش مصنوعی که این همه ما کمک کرده ما شغلمون رو بهتر انجام بدیم، دقیق تر انجام بدیم. دلیل این همه ترس ما از هوش مصنوعی چیه؟ هوش مصنوعی بیچاره‌ای که بیشتر از این که بخواد شغلای ما رو از ما بگیره به همون شغل داده. یعنی تعداد شغل‌هایی که اضافه کرده خیلی بیشتر از شغل‌هایی بوده که از بین برده. بقیه شغل‌ها رو هم کمک کرده که بهتر و دقیق‌تر و راحت‌تر انجام بشن. یعنی یه نگرانی وجود داشت در زمینه رادیولوژی که شغل‌های رادیولوژیست‌ها قرار ازشون گرفته بشه، ولی اتفاقی که افتاد این بود که رادیولوژیست‌ها فقط الان تشخیص‌های دقیق‌تر میدن و کارشون هم راحت‌تر شده و سورپرایز نیاز به رادیولوژی هم بیشتر شده. یعنی این علتش چیه که اینقدر ما هوش مصنوعی رو مقابل خودمون میبینیم؟ این از چی داره نشأت میگیره این دیدگاه؟ آره میدونم یه مقدارش به خاطر میدیاست. بالاخره هدف میدیا نه دادن اطلاعات نه دادن آگاهی، فقط اینه که آمیگدالای مغز ما، اون قسمتی که به استرس واکنش نشون میده، اون قسمتی که خبرهای بد هوشیارش میکنه و باعث میشه خبر رو دقیق تر بخونه و سود میدیا بیشتر باشه. خب اون قسمت رو هدفش اینه که میدیا تحریک بکنه و موفقم میشه. ولی علاوه بر اون چرا خود ما خیلی نسبت به هوش مصنوعی یه حالت رقیبمونه داریم؟ این ترس از تکنولوژی مربوط به الان و امروز نیستش و شاید اصلا مربوط به الان و امروز باقی نمونه. از نظر ایشون قبل از این که ما از هوش مصنوعی بترسیم از اومدن به شهر میترسیدیم، یعنی ترس داشتیم، چون که ترس از تکنولوژی در نهاد انسان وجود داره. یا از نظر ایشون این بستگی داره به اون سنی که تکنولوژی رو ما باهاش روبرو میشیم. یعنی اگر ما الان و امروز به دنیا بیایم یا نسل زد یا میلنیال ما افرادی هستن که بهشون دیجیتال نیتیو گفته میشه، یعنی شهروندان، ساکنان، بومی های دوران دیجیتال، اینها با تکنولوژی خوب آشنا هستن، پذیرفتنش راحته. اونایی که با تکنولوژی به دنیا میاد افرادی هستن که خب تکنولوژی واسهشون یک بایده، یعنی بدون تکنولوژی پس چی؟ افرادی که توی 10 سالگی و 20 سالگیشون با تکنولوژی هم آشنا میشن اونها میپذیرنش. ولی خب افرادی که تو سنهای بالاتر با تکنولوژی روبرو میشن بعد از 40 سال پذیرشش ممکنه براشون سخت باشه و ممکنه دچار ترس بشن. پس ترس از تکنولوژی تا حدی هم به سنی که ما توش هستیم ارتباط داره. یعنی فقط خود تکنولوژی نیست که ترسناکه، بستگی داره که ما با تکنولوژی در چه سنی آشنا بشیم. اگر به هنگام تولد باشه خب یک قسمتی از زندگی، مگه میشه دنیا بدون تکنولوژی هم باشه؟ اگه من تو دوره‌ای هستم که الان همه اینترنت دارن و توی این دوره به دنیا اومدم، زندگی بدون اینترنت قراره چه شکلی باشه؟ اصلا امکان نداره اینترنت وجود داشته باشه. توی 10 و 20 و 30 همه اینها پذیرش تکنولوژی باهاش به همراهش میادش، ولی توی 40 سالگی 50 سالگی ممکنه ترس باهاش وجود داشته باشه که این تکنولوژی قراره بیاد منو بخوره. یعنی آخ که من چقدر ازش میترسم. پس این تا حدش طبیعیه، ولی این ترسی که ما داریم که تکنولوژی و هوش مصنوعی قرار بیاد شغل ما رو ازمون بگیره یه ذره غیر طبیعیه. یه مقدارش به خاطر میدیاست، چون که میدیا هدفش این نیستش که ما رو آگاه بکنه، هدفش اینه که ما رو تو حالت ترس و لرز نگه داره که ما همش خبراشو بخونیم. یعنی میخواد آمیگدالای مغز ما رو هی تحریک بکنه. این دیدگاه که ما همش داریم احساس میکنیم هوش مصنوعی ماهیتیه که روبروی ماه و قرار جایگزین ما باشه، یه دیدگاهیه که نتیجه تماشا کردن سایفایه. یعنی اینقدر تو ژانر سایفای انسان رو مقابل ربات نشون داده که انسان و ربات با هم دیگه جنگ دارن و بعدش انسان از ربات شکست میخوره که الان همش احساس میکنیم این هوش مصنوعی همون ربات هست که قراره بیاد ما رو نابود کنه. یه مقدارش هم که خب میدیاست البته که داره تحریک میکنه اون ذهنیت رو، داره سعی میکنه بستش بده، اشاعه بده یا پررنگش بکنه. ولی علاوه بر اون نتیجه سایفای هم هستش. یعنی اینقدر تو سایفای انسان و ربات روبروی هم قرار گرفتن، الان ما هم همیشه احساس میکنیم که هوش مصنوعی قراره بیاد جایگزین ما باشه، در صورتی که خب هوش مصنوعی بیچاره خیلی به ما کمک کرده خیلی از شغلامون رو راحت تر بکنیم، دقیق تر باشه، یا خیلی جاها مثل دستیار خیلی خوب داره بر ما رفتار میکنه، ولی ما همچنان ازش ترس داریم. آیا ما داریم همه این حرفا رو میزنیم که بگیم هوش مصنوعی خیلی خوبه و توپل و مپل و خیلی دوست خوب و
دوست داشتنی یا هیچ خطری ما رو تهدید نمیکنه؟ نه البته که نه. ای کاش که داشتیم یک چنین حرفی میزدیم، ای کاش که خطر واقعی واقعا هوش مصنوعی بود که قرار بود جایگزین ما باشه. ولی شاید داستان خیلی خیلی دارکتر از این باشه. شاید اون اتفاقی که داره میفته فقط این نیستش که هوش مصنوعی بیاد جایگزین ما باشه، شاید اون اتفاقی داره میفته یعنی شاید اونی که داره میاد جایگزین ما باشه هوش مصنوعی نیست و یک گونه متفاوتی از انسانه. آیا فرگشت و فرگشت با اومدن انسان خردمند به پایان رسیده؟ یعنی این منطقیه که ما بگیم در طول سالها در درازای تاریخ فرگشت و فرگشت وجود داشته، موجودات زیادی اومدن و رفتن و گونه های مختلف انسانی وجود داشته تا رسیده به انسان خردمند و تادا تموم. الان ما هستیم و اشرف مخلوقات و دیگه تموم شده. از نظر خیلی ها مثل یووال نوح هراری یک چنین ذهنیتی ساده لوحانه، یعنی ساده انگارانه، عوامانه و فریبکارانه است. یک چنین ذهنیتی نادرسته. یک گونه انسانی جدید خواهیم داشت که از نظر دوباره یووال نوح هراری اون انسان ها هومودئوس هستن. هومودئوس انسان های خداگونه، یعنی که اسمش چقدر قشنگه. انسان‌های خداگونه اما کیا هستن؟ انسان‌های خداگونه همون صاحبان الگوریتم هستن، همون افرادی هستن که دارن الگوریتم رو میسازن. هوش مصنوعی که خودش نمیتونه بیاد جایگزین ما باشه وقتی که خودش یک سازنده داره، ولی اون انسان‌هایی که دارن الگوریتم رو میسازن شاید اونها بتونن گونه انسانی بعدی باشن. انسان‌های خداگونه. اما چرا انسان‌های خداگونه؟ چرا داره بهشون انسان‌های خداگونه گفته میشه؟ اگه به تعریفی که از خدا توی ذهنمون داریم، تعریفی که از خدا ما توی ایران داریم، حالا با هر باوری که هستیم یه تعریفی از خدا وجود داره که ما باید باهاش آشنا باشیم. اگر توی سیستم آموزش و پرورش ایران بوده باشیم باید با این تعریف آشنا باشیم که خدا یک ماهیتیه که ما نمیبینیمش، ولی اون خدا از همه چیز ما آگاهه، از رگ گردن ما به ما نزدیکتره و از همه درونی ترین حالات ما با خبره، میدونه همه چیزو، یعنی دانای کل، توانای کل، قادر متعال، یعنی همه چیز براش کاملا شدنیه، از همه چیزم اطلاع داره، حتی اینکه در درون فکر ما داره چی میگذره و ما نمیبینیمش ولی اون ما رو میبینه، از همه چیز با خبره، همه کارم میتونه بکنه و همه اینا رو ما داریم تو الگوریتم میبینیم. و اگر این الگوریتم یک سازنده‌ای داشته باشه یعنی شاید خدایی واقعا وجود داشته باشه. یعنی خدا رو بشر ساخت. در قرن گذشته بشر اومد و گفتش که خدا وجود نداشته، انسان خدا رو ساخته و الان انسان به معنای عام و استعاری کلمه خدا رو ساخته. یعنی ما از خدایی که ساختیم به خدا میرسیم. یعنی خدا شاید وجود نداشته باشه ولی الان میتونه وجود داشته باشه. یعنی اون ماهیتی که ما داریم میگیم که دانای کلا و از همه چی با خبره الان همش تو الگوریتم وجود داره. یعنی